رسم بود تو عزاداری رو سر صاحب عزا خاکستر میریختن. گندلات باباش مرده بود، نوچه‌هاش اومدن سرسلامتی و فاتح خونه. دنبال خاکستر میگشتن بریزن رو سرش، چشمشون به اجاق پر خاکستر افتاد. با خاکانداز ریختن رو سرش و بغلش کردن. گندلات داد میزد سوختم. نوچه‌ها از باب همدردی میگفتن ما هم سوختیم، مرگ پدر که آسون نیست. گندلاتا میگفت نامرد کباب شدم. نوچه‌ها میگفتن ما هم کباب شدیم. تا بالاخره گندلاتا نوچه‌ها رو پرت کرد اون طرف، گفت بابا مرد که مرد نامردا، خاکسترتون توش آتیش بود ریختین تو پیرم، از این سوختم. آکس اگه این داستانا رو داری میگی که بغلت کنم و دلداری بدم، از این شوخی‌ها نداریم با هم دیگه. هر بسیجی هم فهمید که تو داری دوگانه سوزی مقام عظما رو میگی که چه کوتاه بیاد و بره پای برجامای بعدی، چه کوتاه نیاد و زیر همین فشارا له بشه، دم و دستگاهش داره میسوزه. آیه دکتر، شما هم که خاکستر آتیش ریختین رو سر بسیجی بدبخت، بذارین اقلا من دلداریشون بدم. ای بسیجی ها، آیا شما هم شب تا صبح همینجور به خودتون صبح تا شب میلرزین و ترس و لرز ورتون داشته؟ آیا هر بار که پیش تلویزیون رو باز میکنین ترستون بیشتر میشه وقتی اخبار گوش میکنین؟ آیا با دیدن شقه بالای نظام شر و شر ریزشتون بیشتر میشه و اینها همینطور میبینین از بالا تا پایین میریزی؟ من تو این برنامه ویژه با مجریگری خودم و با شرکت ابر استراتژیست پر ابهت نظام، ما هیچ راه حلی برای شما نداریم. اگه راه حل داشتیم که به خود مقام عظما میدادیم. نه چای با این دلداری دادنت ناکس. آیا دکتر چه خبره تو نظام؟ چرا یه موضع گیری اونور دنیا این خدمه رو میترسونه؟ خود مقام عظما این ریک سخنرانی میکنه، کسی فلان نسبت محل سگ به ایشون نمیذاره. تو حالت خوبه یا نه؟ اصلا بیداری یا نه ناکس؟ یه نگاهی بنداز به دور و بر تو منطقه، کمربند محاصره رو تماشا کن. یه چیزی تو مایه‌های سر تیکیه که دست حریف هم به هم قفل شده. حرفا که دیگه فقط حرف نیست، بیخ داره. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهموندن طرف میخواست خبر مرگ یکی رو به فامیلاش بده. زنگ زد گفت پاشین بیاین که فلانی یه کمی مریض شده، بردیمش سردخونه. روشن شد یا برفرستمت سردخونه. اونی که میترسیدیم الان به سرمون اومده. آیه دکتر یه سوال و جواب داریم که نه سوالشو من میپرسم نه جوابشو شما میدین. یعنی چی؟ سوالش ترسناک و بسیجی کشه، جوابش هم آدم مشنگ میخواد، به شما نمیدیم. چی میشه اگه آمریکایی‌ها به سپاه برچسب تروریستی بزنن؟ جمهوری اسلامی اقدام متقابل خواهد کرد در صورتی که چنین اشتباه راهبردی توسط مقامات آمریکایی صورت بگیره. اقداماتی طراحی شده و در زمان مناسب اعلام خواهد شد. همون مواضع رو بخش‌های دفاع امنیتی هم دارن و منتها نوع گویش و بیانمون ممکنه متفاوت باشه. بالاخره بیان دیپلماتیک متفاوت هست از بیان نیروهای دفاعی امنیتی. آی دکتر چرا ظریف نگفت چه بلایی میخوان سر آمریکا بیارن؟ خب میگفته یه کمی ما هم آمریکایی‌ها رو بترسونیم، بذار بفهمن ما چی میکشیم، نیروی نظامیشون ریزش بکنه، دختر رئیس قوه قضاییشون بره دنبال پاسپورت جور کردن برای بابا صادقش. البته اون جعفری فرمانده سپاه که همونجا عین مشنگا وایساده بود حرفا رو زده، گفته ما از این به بعد آمریکا رو همسنگ داعش میدونیم. کاش شعورم مدرکی بود تو بعضی از این مشنگا به هوای مدرک هم که شده میرفتن دنبالش. نه اتفاقا خیلی بدتر میشد. چرا؟ اینا که مدرک درست و درمون نمیگرفتن، مدرک تقلبی کردنی میخریدن، بعد دیگه نمیشد بیشور بودنشون رو ثابت کرد. آیه دکتر فرمایش شما مقبوله ها، ولی این جعفری بیشور بودنش رو هر طور شده ثابت میکنن. میگن وسط کویر داغ یکی پتو کشیده بود رو سرش خوابیده بود، یکی که رد میشد گفت عجب بیشوریه، مشنگه سرش در بود از زیر پتو گفت از زیر پتو هم معلومه. زهر مار زنبور. اون دفعه این جعفری مشنگ گفت اگه تحریمات تصویب بشه آمریکا باید پایگاهاشو ببره 1000 کیلومتر اون طرفتر. تحریما رو تصویب کردن، آب از آب تکون نخورد.
این دفعه گفت اگه اجرایی بشه باید ببرن 2000 کیلومتر اون طرفتر. آیه دکتر یه افساری از این بکشین همینطوری آمریکا رو هل بده. آقا میترسم از اون طرف پشتون در بیان غافلگیر میشیم ها. جعفری پشتت رو که داری از یه حرفا میزنی. سب کن میرم نترس، این دفعه هنوز حرفو نزده، خودش افسار خودش رو کشیده، همونجا گفت حرفای من و ظریف عین همه دیگه. خب به چه زبونی بگه بدبخت که بیخیال حرفای بسیجی رنگ کنه من بشین. فقط مشنگا فکر میکنن این خودش کمتر از ظریف ترسیده، دوتاشون عین همه. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بذار بهادر، عرض میکردم بله میفهموندن مشنگه به لبنیاتی گفت آقا 1 کیلو شیر گاو به من بدین. طرف گفتش که این سطلی که آوردی 1 کیلو شیر گاو توش جا نمیشه. مشنگه گفت خب باشه پس 1 کیلو شیر گوسفند بده. روشن شد جمچی بذارم که بری دنبال فرق گاو و گوسفند. آی دکتر خب خودتون یادش میدادین که چی بگه. من بهش میگم چه کار بکنه ولی آخه اون شعورشو نداره. من چه کار کنم؟ مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهموندن که سر امتحان شهری مشنگه نشست پشت فرمون، افسره گفت روشن کن برو عقب. مشنگه ماشین روشن کرد پیاده شد رفت عقب نشست. روشن شد یا بذارم که ماشینم خاموش بشه. جعفری هم دندقه خاموش روشن میکنی قربونه دارم. بهتر نبود این جعفری واسه افه اقتدار توی محیط نظامی اقلا بغل یه موشکی تانکی هواپیما یه حرفی میزن. بابا مورچه چیه که اقتدارش چی باشه؟ با اینجا اونجا وایسادن که عوض نمیشه. بازم مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهموندن که مشنگه گفت دارم میرم مهمونی کلاس بالا، کراوات بذارم یا پاپیون. بهش گفتن تو یکی زنگوله بنداز گردنت که وقتی خرابکاری بار میاری 4 ساعت دنبالت نگردی. آیه دکتر به دولت ها زورمون نمیرسه و باید زیپ دهن رو بکشیم. خب به جاش با آژانس یا هارتوپوتی بکنیم. بالاخره یه عربده این چیزی که این بسیجه دلگرم بشن نده به اونم زورمون نمیرسه. نسخه رو که اون بنویسه دولت ها برامون میپیچن. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهموندن بچه پرروه رفت دکتر. دکتر گفت چرا سیگار میکشی؟ پرروه گفت به تو مربوط نیست تو معاینه‌تو بکن. دکتر هم خونسرد براش یه نسخه نوشت 20 تا آمپول پنیسیلین از این گنده ها هر ساعت یکی. روشن شد یا برات پنیسیلین تجویز کنم؟ دکتر نه به جای پنیسیلین آرام بخش تجویز کنین برای دعوای تو نظام که معلوم نیست واسه چیه. مگه خود مقام عضو از اول تا آخر پشت هسته و برجام نبود؟ خب حالا که خودیم به خنسی چرا همه تو نظام پاچه همو میگیرن؟ تو چه دل خوشی داری که نمیبینی چه بساطیه تو نظام. این صادق لاریجانی عمامه حاجی روحانی رو میکشه میکوبه زمین، حاجی روحانی ریش عظما رو میچسبه، این دختر جاسوس اونو لو میده، اون داداش دزد اینو میگیره، اون یکی مداحه رو میفرسته جلو به صف اولیا فوش بده. دعوا که فقط سر برجام نیست بیخدارتره. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهموندن مشنگا با هم تصادف کردن، تو تصادف چیزیشون نشد ولی پیاده شدن همدیگه رو انقدر زدن که جفتشون رفتن تو CCU. روشن شد یا برفستن به زیر پروژکتور اتاق عمل روشن شی؟ نه آیه دکتر من میخوام سر همون تصادف پیاده شم ماشین رو ول کنم برم. واسه چی دعوا کنم؟ مگه عقلم کمه قربونت دیدی خودت به عضما میگی کم عقل؟ من کی به عضما گفتم فقط کم عقل بود.